بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما. دکتر مریم کوزبر هستم. بازم یک بار دیگه ما با یک لکچر جدید خدمت شما هستیم. از همه دکتر صاحبانی که ویدیو رو می‌بینن خواهش است که چنل رو سابسکرایب کنید و علامه زنگ رو کلیک نمایید تا از ویدیوهایی که در آینده نشر میشه آگاه باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. لکچر 8 با ما شماست. امروز ما می‌خوانیم راجع به اورال کویتی و فرنگز. اورال کویتی ما یک ساختمان است، یک جوف است، یک جوف دهن که برش بگیم، یک جوف است که یک کویتی است که محیط خارجی بدن ما شما رو وصل میکنه همراه با محیط داخلی بدن ما شما و شامل از چندین دیواره ها ساخته شده. ما میگیم از 4 دیواره ساخته شده که عبارت از روف یا سقف، فلور یا زمین و 2 دیواره های جانبی یا 2 لترال وال که در جمله میشه 4 دیواره. روف اورال کویتی ما شما از سافت پلت و از هارد پلت ساخته شده و هارد پلت ما برش کامل سخت و میگیم ساخته شده از استخوان مگزلا و از استخوان پلاتاین که دوی ورسه قسمت قدامی کامل سخت ما شما از استخوان مگزلا ساخته شده یا استخوان مگزلا تشکیل داده و یکی ورسه حصه خلفی کامل سخت ما شما را استخوان پلاتاین که horizontal process پلاتاین بون ما شما باشه تشکیل داده و همچنان کامل نرم شما. زمین جاف دهن خود اگر بینیم، زمین اورال کویتی را اگر بینیم توسط عضله مایلوهایوید ما و که یک عضله سوپرا هایوید مثلا ما باشه و توسط زبان ما ساخته شده و همچنان 2 دیواره های جانبی یا لترال وال ما شما، لترال وال اورال کویتی ما شما توسط عضلات بکسیلیتر ما ساخته شده که این عضله بکسیلیتر ما از سمت خارجی اگر ببینیم توسط جلد و از سمت داخل توسط مخاط یا میوکوزا پوشیده شده. در لکچر امروزی ما میخوانیم درباره راجع به عضلات زبان که مربوط زمین جوف دهن میشه. راجع به عضلات ما میخوانیم، راجع به عضلات کامل نرم خود میخوانیم و بالاخره میخوانیم راجع به عضلات فرنگز. muscles of the tongue یا عضلات زبان خود را اگر ببینیم ما 2 نوع عضلات زبان داریم که باید عضلات خارجی یا extrinsic muscles و عضلات داخلی و یا intrinsic muscles. عضلات خارجی زبان عضلات هستند که از ساختمان‌های اطراف زبان منشأ میگیره و بالاخره insert میشه در بالای مارجن‌های زبان یا در بالای خود سطوح زبان و عضلات intrinsic ما عضلاتی هستند که از خود زبان منشأ میگیره و در داخل زبان اینسرت میشه، یعنی کدام منشأ خارج از زبانی نداره. عضلات اکسترینزیک و انترینزیک هر دوی این عضلات ما تحصیل گرفته توسط عصب 12 ما که میشه عصب هایپوگلوسال و عضلات اکسترینزیک ما عضلاتی هستند که باعث دپرشن، الیویشن، پروتروژن و ریتروژن زبان میشه. زبان رو به طرف بالا حرکت میده، به طرف علوی، به طرف سفلی، به طرف قدام و به طرف خلف. و عضلات انترینزیک ما عضلاتی هستند که زبان را باعث تغییرات در اشکال زبان ما شما میشه که زبان خود رو ما خاط میکنیم، دور میکنیم، نور میکنیم به طرف داخل به طرف خارج، پهن میسازیم، نازک میسازیم، مربوط عضلات انترینزیک ما میشه. هر دوی عضلات اکسترینزیک و انترینزیک ما 4 جوره عضلات اکسترینزیک داریم و 4 جوره از عضلات اکسترینزیک داریم. میام اول گپ بزنیم سر عضلات اکسترینزیک خود. اکسترینزیک عضلاتی هست که ما گفتیم که منشأش خارج از زبان است یا از ساختمان‌های نسجای از ساختمان‌هایی که در اطراف زبان ما داریم به داخل اورال کویتی منشأ میگیره و بالاخره اینسرت میشه در بالای خود زبان، در بالای میوکوزای زبان و عضلاتی هستند که باعث حرکات الیویشن، دپرشن، ریتروژن یا ریترکشن و پروتروژن میشه. 4 نوع عضلات ما داریم که عبارت از عضله جینیوگلوسس، هایوگلوسس، ستایلوگلوسس و بالاخره عضله پلاتوگلوسس. عضله جینیوگلوسس ما عضله است که تمام این عضلات از نامش معلوم است. عضله جینیوگلوسس ما عضله است که منشأ میگیره از قسمت داخلی مندیبل. این قسمت منشأ میگیره از قسمت داخلی یک منتل سپاین که در قسمت داخلی منچم مندیبل در این قسمت ما داریم. ما برش چی میگیم؟ منتل سپاین میگیم. ما یک انفیریر منتل سپاین داریم و یک جوری از انفیریر منتل سپاین داریم که برآمدگی برجستگی نوک تیز
در قسمت داخلی بادی استخوان مندیبل است. از سوپیر منتل سپاین ما عضله جینیوگلوساس ما بمشا میگیرن رنگ آبی شما اینجا میتونید و بالاخره انزرت میشه در سر تا سر قسمت ونترال زبان. ما یک دورسال زبان داریم که قسمت سطحی بالایش زبان ما میگیم دورسال زبان یا سطح دورسال زبان و قسمت پایینیش ما میگیم ونترال زبان. عضله جینیوگلوساس ما گفتیم که از سوپیر منتل سپاین ما شما بمشا میگیره و بالاخره انزرت میشه در قسمت ونترال در سر تا سر زبان. وظیفهش چی است؟ وقتی تخلص کنه این عضله باعث پروتروژن زبان رو به طرف قدام میره و باعث دپرشن زبان میشه. زبان رو دپرس میکنه به طرف پایین و به طرف قدام میتونه پیش بره. عضله هایوگلوساس شما اینجا میتونید دیده. هایوگلوساس ما در رنگ سبز است. منشأ میگیره از بادی هایویدبون ما. شما از نامش معلومه هایوگلوساس وقتی میگیم یعنی از هایویدبون ما منشأ میگیره و در ریشه زبان در قسمت خلفی ریشه زبان چی میشه؟ انزرت میشه. وظیفهش از لوکیشن از موقعیتش معلوم است. وقتی تخلص کنه این عضله چی میکنه؟ زبان رو ریشه زبان رو روت زبان ماسکو رو به طرف پایین دپرس میکنه یا طرف پایین کش میکنه. دپرس کننده زبان ما شماست. عضله سیوم که ما اینجا داریم که عضلات اکسترینزیک زبان ما شماست. کدام عضله است؟ عضله ستایلوگلوساس ماست. عضله ستایلوگلوساس ما منشأ میگیره از ستایلر پروسس استخوان تمپورال ما شما و انزرت میشه در داخل قسمت خلفی زبان که در رنگ یاسمندی شما اینجا میبینید. یک عضله ستایلوگلوساس ما داریم، دو عضله ستایلوگلوساس ما داریم که منشأ میگیره از ستایلر پروسس تمپورال بون، یک برجستگی نوک‌تیز استخوان تمپورال ما شما اینجا از اینجا منشأ میگیره و بالاخره در باردرهای در مارجن‌های لترال زبان ما شما چی میشه؟ انزرت میشه. وظیفهش چی است؟ وظیفهش بازم از موقعیتش معلوم است. وقتی این نظر تخلص کنه زبان رو به طرف بالا و به طرف خلف پیش میره، به طرف خلف میبره و به طرف بالا الیویت میکنه. الیویت کننده و ریترکت کننده زبان ما شما این نظر. عضله چهارم ما شما که مربوط عضلات اکسترینزیک میشه عضله پالاتوگلوساس که بازم از نامش معلوم است. یگانه عضله زبان است، یگانه عضله اکسترینزیک زبان است که مربوط عضلات در جمع در تقسیمات عضلات کام نرم ما شما میه و در عضلات زبان ما شما میه. پالاتوگلوساس وقتی میگیم منشأ میگیره از کام نرم از پالت و انزرت میشه در قسمت خلفی زبان. وظیفهش چی است؟ وقتی تخلص کنه این عضله چی میکنه؟ کام نرم ما شما رو دپرس میکنه و زبان ما شما رو قسمت خلفی زبان ما شما رو چی میکنه؟ الیویت میکنه. الیویت کننده زبان است. زبان رو به طرف بالا الیویت میکنه، کش میکنه و پالت را یا کام نرم ما شما رو به طرف پایین کش میکنه. دپرس کننده پالت و الیویت کننده زبان ما شما. این بود عضلات اکسترینزیک ما شما. عضلات انترینزیک ما گفتیم که عضلاتی هست که از خود زبان شروع و بالای خود زبان پس دوباره انزرت میشه. ما 4 نوع عضلات انترینزیک داریم که عبارت از سوپیریور لانگیتودینال، انفیریور لانگیتودینال، ترانسورس و عضله وجیکال. عضله سوپیریور لانگیتودینال ما عضله است که منشأ میگیره از کجا؟ از قسمت از ریشه زبان و بالاخره انزرت میشه در تمام مارجین ها یا باطن زبان. به این شکل فایبرهایش به این شکل اینجا اگر براتون رسم میکنم فایبرهای عضله سوپیریور لانگیتودینال ما به این شکل است. از ریشه زبان منشأ میگیره بالاخره وصل میشه در کجا؟ در تمام مارجین های زبان ما. وظیفهش چی است؟ وظیفهش از شکلش معلوم است. وقتی این عضله انقباض کنه تخلص کنه چی میکنه؟ فایبرهایش کوتاه میشه. یعنی به این شکل اگر باشه فایبرهایش وقتی تخلص کنه فایبرهایش کوتاه میشه و به اندازه خودتر بشه که ما میگیم باعث شارپنینگ یا کوتاه شدن زبان ما میشه. عضله انفیریور لانگیتودینال اگر ببینیم منشأ میگیره از ریشه زبان و دوباره پس انزرت میشه در کدام قسمت؟ در قسمت اپکس یا نوک زبان ما شما که این قسمت است. در قسمت نوک زبان ما شما انزرت میشه. وظیفهش مانند سوپیریور لانگیتودینال ما باعث چی میشه؟ شارپنینگ یا کوتاه شدن زبان ما شما میشه. عضله سوپیریور لانگیتودینال ما همراه با این که باعث کوتاه شدن زبان ما شما میشه چی میکنه؟ زبان شما رو کرل میکنه یا قات میکنه، به سمت داخل قات میکنه. و عضله انفیریور لانگیتودینال ما همراه با این که باعث کوتاه شدن زبان ما شما میشه زبان ما شما رو به طرف خارج چی میکنه؟ قات میکنه یا دیکرل میکنه یا کرل شده زبان قات شده رو
باز میکنه. این بود عضلات سوپیریور و انفیریور لانگیتودینال ما. عضلات انترینزیک دیگه خود عضلات سوم و چهارم ما چیه؟ عضلات ترانسورس و عضلات ورتیکال ما شما. عضله ترانسورس ما شما اینجا اگر براتون رسم کنم فایبرهایش به این شکل است. این اگر مدلاین سپتم زبان پیدا کنین، زبان ما از یک ساختمان عضلی است که از دو نیمه نسج عضلی ساخته شده که این دو نیمه نسج عضلی با هم در مدلاین توسط مدلاین سپتم وصل شده. عضله ترانسورس خود را میگیم که منشا میگیره از مدلاین سپتم، از مدلاین سپتم منشا میگیره و انسرت میشه در باردرهای لاترال زبان به این رقم. از مدلاین سپتم ما منشا میگیره و انسرت میشه در باردرهای زبان. وظیفهش چی است؟ وقتی تخلص کنه این عضله، وظیفهش از شکلش معلوم است، وقتی تخلص کنه زبان رو چی میسازه؟ نازک میسازه زبان رو. عضله ورتیکال ما که فایبرهای این عضله به شکل عمودی میباشه، اینجا شما اگر زوم کنم براتون تصویر رو خوبتر میتونین دیده. عضله ورتیکال ما که فایبرهایش به شکل ورتیکال است، اگر این عضله تخلص کنه، چون فایبرهایش گفتیم به شکل عمودی است، به شکل عمود است، تخلص وقتی میکنه زبان رو چی میکنه؟ پهن میسازه. این فایبرهایش وقتی تخلص کنه با هم نزدیک میشه و در نتیجه زبان ما پهن میشه یا براد میشه. این بود عضلات انترینزیک شما که ما گفتیم ما 4 نوع عضلات انترینزیک داشتیم. تمام عضلات انترینزیک و اکسترینزیک ما شما توسط عصب 12 ما که میشه هایپوگلوسال نرو اینرویت شده، تصیب شده و جزء بدون عضله پالاتوگلوسس. ما پالاتوگلوسس گفتیم که یگانه عضله است که هم مربوط زبان میشه و هم مربوط عضلات کام نرم ما شما میشه و عضله است که تصیب میشه توسط عصب دهم ما شما که میشه ویگس. بریم سر عضلات کام نرم خود اگر ببینیم. کام نرم ما کاملا یک ساختمان عضلی است و در قسمت خلفی حادثلج ممکن دارد. از چندین عضله است، 5 عضله است که در ساخت کام نرم ما شما نقش دارد که عبارت از عضله تنسور ولای پالاتینی، لیویتر ولای پالاتینی، پالاتوفرنجس، ماسکولاس ریوله و بالاخره یک عضله دیگه که ما گفتیم مربوط زبان همچنان میشه، چی میگفتیم برایش؟ عضله پالاتوگلوسس. این 5 عضله است. میام سر اوریجن و انسرشن و وظیفه هر یکی از این عضله گپ بزنیم. میام شروع میکنیم از عضله تنسور ولای پالاتینی. خود تنسور ولای پالاتینی ما یک عضله است که شامل 2 بخش است که یک بخش عمودی و یک بخش افقی داره. بخش عمودیش ما بخش عضلی یا ماسکولار پارت همچنان میکنیم بگیم و بخش افقیش ما بخش فایبروزی یا فایبرس پارت همچنان میکنیم بگیم. در این تصویر براتون واضح معلوم میشه این عضله تنسور ولای پالاتینی ماست که منشا میگیره از کجا؟ از سکافوید فوسا. از سکافوید فوسا که یک چوبریگک است که از اتصال لاترال و میدیال پلیت سفینوید بون ما موجود آمده. از این فوسا منشا میگیره، بالاخره از داخل لاترال و میدیال پلیت عبور میکنه به شکل عمودی. وقتی عبور کرد از تریگوید همولاس ما یک دورخوردگی ایجاد میکنه و تبدیل میشه به یک سطح یک بخش افقی که ما باید میگیم فایبرس پارت که این فایبرس پارت را یه نام دیگه این فایبرس پارت ما چی میباشه؟ پالاتین اپونیوروسس که کاملا یک بخش فایبروزی است. بازم یک بار تکرار میکنم عضله است که 2 بخش داره، بخش ماسکولار و بخش فایبروزی که ما برش بخش افقی همچنان میکنیم. بخش عمودیش یا بخش عضلیش منشا میگیره از سکافوید فوسای ما شما که این قسمت از یک ناحیه اتصال لاترال و میدل پلیت تریگوید بون ما موجود آمده. از این فوسا منشا میگیره، بالاخره از بین هر دو پلیت تریگوید بون ما از بین هر دو پلیت سفینوید بون ما شما عبور میکنه به شکل عمودی و بالاخره در ناحیه تریگوید همولاس ما شما یک برجستگی پلیت میدیال ما شما عبور میکنه از این همولاس و تبدیل میشه به یک قطعه افقی یا قطعه افقی فایبروزی که ما برش چی میگیم؟ پالاتین اپونیوروسس که پالاتین اپونیوروسس ما در ناحیه قدمی همراه با بخش هورایزونتال پالاتین بون ما وصل شده و در ناحیه خلفی ما شما این اپونیوروسس به شکل آزاد میشه و این اپونیوروسس یک اپونیوروسس است که از تندنی است، از تندن ساخته شده و ناحیه اوریجن و یا انورشن برای بعضی از عضلات دیگه، برای تمام عضلات دیگه کام نرم ما شما باشه که بعد بعداً میخونیم. وظیفه این عضلات چیست؟
وقتی تخلص کنه عضله تنسور ولای پلاتینی ما شما چی میکند باعث تنسنینگ یا استوار شدن کام نرم ما شما میشه و کام نرم ما شما وقتی استوار شود ما گفتیم که پلاتین اپونوروسیس که یک بخش از عضله تنسور ولای پلاتینی ما شما یک جایگاه اوریجن و انزرشن برای بقیه تمام عضلات کام نرم ما شما وقتی این عضله تخلص کنه کام نرم ما استوار میشه شخ میشه تنس میشه و کام نرم وقتی شخ شد بقیه تمام عضلات کام نرم میتوانند خوبتر وظایف خود را انجام بدن یا اجرا کنند. این بود وظیفه عضله تنسور ولای پلاتینی ما شما. عضله دیگه ای که ما اینجا داریم و مربوط به عضله کام نرم ما شما میشه چی است؟ عضله لیویتر ولای پلاتینی که عضله است که منشأش از کجاست؟ از بخش پترس استخوان تمپورال ما شما که این بخش پترس استخوان تمپورال ما شما میشه از اینجا منشأ میگیره و انزرت میشه در بادر علوی کجا پلاتین اپونیوروسیس که یک تندن ما شما که مربوط به عضله تنسور ولای پلاتینی میشه در اینجا انزرت میشه و وقتی این عضله لیویتر ولای پلاتینی ما تخلص کنه وظیفه‌اش از نامش معلومه چی میکنه؟ کام نرم ما شما را الیویت میکنه و وقتی کام نرم الیویت شود چی میکنه؟ اورال کویتی رو از نیزل کویتی جدا میسازه که من در جریان عمل بلا را وقتی شما اجرا میکنین عضله لیویتر ما فعال میشه و باعث جدا شدن اورال کویتی از نیزل کویتی میشه تا اینکه غذا در داخل نیزل کویتی نرود. عضله سیوم که ما شما اینجا داریم چیست؟ عضله پلاتوفرنجیس است که منشأش از کجاست؟ پلاتوفرنجیس ماست. منشأش از اپونیوروسیس است، از پلاتین اپونیوروسیس است. عضله پلاتوفرنجیس ماست که منشأش از قسمت از کجاست؟ از پلاتین اپونیوروسیس منشأ میگیره و بالاخره انزرت بشه در دیواره فرنکس. دیواره را اینی کویته را که چشما میدین مکمل فرنکس ما شما در دیواره فرنکس انزرت میشه. وظیفه‌اش چی است؟ وظیفه‌اش بازم از نامش معلوم است، میگیم پلاتوفرنجیس. از پلات شروع تا به دیواره فرنکس چی میکنه؟ کام نرم شما رو دپرس میکنه، طرف پایین وقت میاره و طرف پایین که وقت آورد کام نرم شما میکنه طرف پایین اگر بیاد چی میکنه؟ اورال کویتی شما رو از اوروفرنکس شما جدا میسازه. عضله چهارمی که اینجا داریم چی است؟ عضله ماسکولاس یووله که یک عضله بسیار کوچک از عضلات سافت پلت یا کام نرم ما شما اوریجن میگیره، منشأ میگیره از کجا؟ از posterior nasal spine. posterior nasal spine ما شما یک استخوان یک پروسس برآمدگی نوکتیز از استخوان پلاتین بون ما شما وجود میاد. پلاتین بون اگر یادتون باشه ما خوانده بودیم که پلاتین بون ما یک استخوان ال شیپ بون است. ما دو استخوان پلاتین بون داریم که یکی برسه خلفی کام سخت ما شما را میسازه. در قسمت خلفی توسط وقتی خود هوریزونتال پروسس پلاتین بون با هم وصل میشه ای از هوریزونتال پروسس استخوان پلاتین بون و ای از ورتیکال پروسس استخوان پلاتین بون. وقتی قطعه هوریزونتال استخوان پلاتین با هم وصل میشه به قسمت خلفی یک برجستگی نوکتیز ایجاد میکنه. این برجستگی نوکتیز این قسمت میشه تقریبا این ما چی میگیم؟ posterior nasal spine انجام میگیم. عضله یوولا ما منشأ میگیره از posterior nasal spine و انزرت میشه در داخل میوکوزای خود یوولا یا به شکل آزاد باقی میمونه و وظیفه‌اش چی است؟ وقتی تخلص کنه این عضله در قسمت وسطی خود ضخیم میشه و چی میکنه؟ وظیفه عمومیش چی است؟ مودیفیکیشن در صدا شما میفهمین که از لرنگس شما وکال کولد شما تولید میشه صدا و این صداها در داخل نیزل کویتی و در اورال کویتی شما مودیفای میشه، تغییرات در این صدا وجود میاد. این عضله ماسکولاس یوولا ما در مودیفیکیشن صدای ما شما نقش داره. عضله پنجم ما شما که اینجا به تصویر شما بهتر میتونید دیده عضله چی است؟ پلاتوگلوسس است و عضله است که مربوط گلاس زبان همچنین میشه و مربوط پلت و کام نرم ما شما همچنین میشه. منشأ میگیره از کجا؟ از کام نرم از قسمت بردر انفیریر پلاتین اپونیوروسیس و انزرت میشه قسمت خلفی زبان. وظیفه‌اش چی است؟ الیویشن زبان و دپرشن کام نرم شما. کام نرم ما رو دپرس میکنه و زبان ما شما رو چی میکنه؟ الیویت میکنه. تمام عضلات سافت پلت یا کام نرم ما شما چی میشه؟ انرویت میشه توسط عصب دهم ما شما که میشه ویگس نرو و جزء عضله تنسور ولای پلاتینی.
تنسور ولای پلاتینای ما یگانه عضله است که یگانه عضلات کامنر ما شما که توسط برانچ مندیبولار عصب تراجمینال ما اینرویت میشه و اگر یادتون باشه ما خونده بودیم که عصب تراجمینال ما عصبی است که عضلات تنسر ما شما رو همراه با عضلات ماستیکیشن ما اینرویت و یا تصفیه میکنه و ما دو عضلات تنسر داشتیم که یک عضله تنسر ما در قسمت گوش و وسطی داشتیم. چی میگفتیم برش تنسر تمپانای میگفتیم که باعث تنسنینگ تمپانیک ممبرین ما شما میشد و یک عضله تنسر ما در قسمت کامل نرم ما شما داریم که ما برش میگیم تنسر ولای پلاتین. ما میگیم که تمام عضلات کامل نرم ما شما توسط عصب ویگاس که میشه عصب دهم تصفیه شده به جزء عضله تنسر ما شما که توسط عصب مندیبولاره که مربوط برانچ یک شاخه عصبی از تراجمینال است. میام سر فرنکس خود. فرنکس ما کاملا یک ساختمان عضلی است و شکل هاف سیلندر را دارد. شروع شده امتداد داره از کجا؟ از قاعده اسکال یا از بیس اسکال. این اگر بیس اسکال فکر کنیم از بیس اسکال شروع شده تا به قسمت ورتبرای طول فقرات 36 شما و چی میکنه؟ باعث یک توب است، یک توب هاف سیلندر است که باعث اتصال نیزل کویتی و اورال کویتی شما در قسمت علوی همراه با تریکیا و اسوفگاس در قسمت سفلی ما شما میشه و سه بخش تقسیم شده. فرنکس ما شما که عبارت از نیزوفرنکس، اوروفرنکس و هایپوفرنکس. نیزوفرنکس ما بخش از فرنکس است که در قسمت خلفی نیزل کویتی ما شماست. اوروفرنکس ما بخش از فرنکس است که در خلفتر و اورال کویتی ما شماست و بالاخره هایپوفرنکس ما یا ما برش لرینگوفرنکس هم میگیم که در قسمت خلفی لرنکس ما شماست. خب در این تصویر بازم شما واضح تر میتونید دیدن و گفتم که فرنکس ما به سه نوع و سه قسمت تقسیم شده که عبارت از چی؟ نیزوفرنکس، اوروفرنکس و بالاخره لرنجوفرنکس که ما برش هایپوفرنکس همچنین میتونیم گفتن و در رنگ سبز شما میتونید دیدن فرنکس خود رو. در رنگ سبز که می‌بینیم که در رنگ سبز شما می‌بینیم ما گفتیم که یک سیلندر هاف سیلندر شکل است که چی میکنه از بیس قاعده اسکال شروع تا به ورتبرای 36 ما شما که این قسمت میشه و چی میکنه؟ باعث اتصال نیزل کویتی و اورال کویتی در قسمت علوی همراه با تریکیا و اسوفگاس در قسمت سفلی ما شما میشه، قسمت سفلی گردن و کاملا یک ساختمان است که عضلات این سیلندر را، این هاف سیلندر ما شما را تشکیل داده. عضلاتی که فرنکس ما شما را تشکیل میده کدام عضلات است؟ عضلات کنستریکتور و عضلات لونگیتودینال. کنستریکتور ما دوباره تقسیم بندی شده به سه نوع عضلات دیگه که به حساب موقتش نامگذاری شده: عضلات superior constrictor، middle constrictor و عضله inferior constrictor ما باشه و عضلات لونگیتودینال ما همچنان تقسیم بندی شده به عضلات ستایلوفرنجیاس، سلفینگوفرنجیاس و عضلات پلاتوفرنجیاس. بیایم سر اوریجن و انزرشن هر یکی از این عضلات گپ بزنیم. شروع میکنیم از عضلات کنستریکتور خود که ما گفتیم سه نوع عضلات کنستریکتور ما داریم که سوپیریور، میدل و انفیریور ما بود. هر سه این عضلات کنستریکتور ما یک ناحیه اتصال قدامی داره که ما برش انتیریور اتچمنت میگیم و ناحیه اتصال خلفی داره. در قسمت خلف هر سه این عضلات کنستریکتور ما در فرنجل رفع می باشه، در میدلاین در قسمت میدلاین ما شما باشه در رنگ سفید شما میبینیم اینو ما چی میگیم؟ فرنجل رفع که یک ساختمان تندنی است و ناحیه اتصال خلفی تمام عضلات کنستریکتور ما شما باشه. عضلات کنستریکتور از هر دو سمت چون هر یک از این عضلات به شکل جورایی است. عضله سوپیریور کنستریکتور خود اگر ببینیم ناحیه اتصال قدامی این عضله در کجاست؟ در تریگو مندیبولار رفع ما شما که رفعی که در رنگ سفید شما میبینید، رنگ سفید که شما می‌بینید این چی است؟ تریگو مندیبولار رفع که امتداد داره از تریگوید همولاس استخوان اسفینوید ما شما تا به استخوان مندیبل. از این خاطر نام مونده شده سرش تریگو مندیبولار رفع یا تریگو مندیبولار لیگامنت که یک ناحیه است، یک اتچمنت قدامی سوپیریور کنستریکتور مثلا ما شما رو می‌سازد و این عضله سوپیریور کنستریکتور ما در قسمت خلفی اتچمنت خلفیش چی میباشه؟ فرنجل رفع. عضله میدل کنستریکتور اگر ببینیم ناحیه اتصال قدامیش چی است؟ استخوان هایت بون ما شماست که چطور واضحش معلوم میشه. استخوان هایت بون ما اتصال قدامی عضله میدل کنستریکتور ما شماست و اتصال خلفیش پوستیریور اتچمنتش کجاست؟ بازم در فرنجل رفع. عضله انفیریور کنستریکتور اگر عضله انفیریور کنستریکتور اگر ببینیم ناحیه اتصال قدامی یا
انتیریور اتچمنتش توسط دو کارتلیج شده که کدام هستن؟ اوسیپیت کارتلیج تایروید ما شما و کارتلیج کریکوید ما شما. این به شکل حلقه این کارتلیج که می‌بینیم از کارتلیج یا غضروف کریکوید ما شما و در قسمت بالایش کارتلیج تایروید ما شما. اتچمنت انتیریور عضله اینفیریور فارنجیال کانستریکتور ما شما تایروید کارتلیج و کریکوید کارتلیج میسازه و اتچمنت خلفی شده بازم تکرار کجا در فارنجیال رفعه که یک میدلاین رفعه می باشه و از تندون ساخته شده. وظایف تمام این عضلات کانستریکتور از نامش معلوم است. وظیفه‌اش چی است؟ کانستریکت کننده فارنکس مشما. وقتی یک بولس روزایی وارد فارنکس مشما میشه در قسمت سفلی در قسمت علوی اگه باشه توسط سوپیریور کانستریکتور مشما فارنکس چی میشه؟ کانستریکت میشه که بالاخره باعث حرکت بولس روزایی در قسمت پایینی میشه. در قسمت پایینی وقتی آمد عضله میدل کانستریکتور محیط چی میشه؟ تخلص میکنه که یک تخلص میدل کانستریکتور ما شما باعث انتقال بولس روزایی در قسمت پایینتر میشه. پایینتر وقتی آمد عضله اینفیریور کانستریکتور ما تخلص میکنه و بالاخره غذا بولس روزایی ما شما وارد میری و یا اسوفگاس شما میشه. این است وظایف عضلات کانستریکتور ما شما. عضلات لانگیتودینال که فایبرهای این عضلات به شکل لانگیتودینال هستند. ما سه نوع عضله داریم که عبارت از ستایلوفارنجیاس. منشأش از کجاست؟ از ستایلوفاسیس تمپورال بون. از ستایلوفاسیس تمپورال بون منشأ میگیره و بالاخره در وال یا دیواره فارنکس ما انزرت میشه. وظیفه‌اش چی است؟ وظیفه‌اش الیویشن فارنکس ما شما. و عضله دومی که داریم چی است؟ سالفینگوفارنجیاس. ما سالفینگ وقتی میگیم سالفینگ یک کلمه یونانی است که به معنای چی هست؟ تیوب. ما یک تیوب داریم در قسمت هد خود که ما تیوب چی میگیم؟ فارنگو تیمپانیک تیوب که در تصویر در رنگ سفید شما دکتر براتون معلوم میشه. فارنگو تیمپانیک تیوب ما داریم که یک تیوب عضلی و استخوانی است که امتداد داره چی میکنه؟ وصل میکنه گوش وسطی ما شما را همراه با نیزوفارنکس. عضله سالفینگوفارنجیاس ما منشأ میگیره از فارنگو تیمپانیک تیوب و انزرت میشه بالای دیواره خود فارنکس. وظیفه‌اش چی است؟ بازم الیویشن فارنکس ما شما. عضله سومی که اینجا ما داریم چی است؟ عضله پالاتوفارنجیاس ما که بازم از نامش معلوم است منشأ میگیره از کام نرم شما. قسمت اپونیوروزیس کام نرم ما شما منشأ میگیره و انزرت میشه در داخل دیواره فارنکس ما شما. وظیفه هر سه این عضلات چی است؟ هر سه این عضلات لانگیتودینال ما باعث الیویشن فارنکس ما میشه و همراه با عضلات کانستریکتور یک جایی کار میکنه. عضلات کانستریکتور کانستریکت کرده میره، لانگیتودینال الیویت کرده میره. بالاخره شما میتونین که توسط هر دوی این عضلات خود بولس غذایی خود را، کتله غذایی خود را وارد میری شما کنین. تمام این عضلات فارنکس ما شما توسط عصب دهم ما شما که میشه عصب ویگاس اینرویت شده به جز یک عضله ستایلوفارنجیاس که توسط عصب نهم ما شما که میشه عصب گلاسوفارنجیال اینرویت شده. این بود درس امروزی ما شما. اگر واقعا ویدیو براتون مفید بوده لطفاً کانال را سابسکرایب کنید و علامه زنگ را کلیک نمایید و ویدیوها را همراه با دوستانتان شریک سازید. تشکر از توجهتان. موفق باشید.